طبق معلومات سامانه‌های اجتماعی فیلم ورزشی و سرگذشتی کرید 3 در نظر است که روی اکران‌های سینما پدید آید. بعضی صحنه‌ها از قسمت نو فیلم در حالی که ترغیباتی‌اش در سامانه‌های اجتماعی الکی ترغیب کرده شدند. عین حال درباره کارگردان و خط سوژه فیلم مذکور معلومات پورا دسترس نیست. قسمت اولی فیلم هنری کرید سال 2015 در کاری کارگردانی رایان کوگلر در ایالات متحده آمریکا به نوار گرفته شد که پس از نخست نمایشش در کینوتالارها مقبول هواداران گردیده به خزینه خود زیاده از 175 میلیون دلار را درآمد آورد. فیلم سرگذشت کرید را انعکاس می‌نماید که از خردی در دل آرزوی مشت زن شدن را در دل می‌پرورد. ادونیس کرید پسری سابق قهرمان جهان اوید به وزنین اپولو کرید و شاگرد روکی بالبا میباشد. وی آرزوی مشتزنی کسبی شدن را دارد و با توفیل متانت و اراده خود در این نمود ورزش به قله‌های بلند می‌رسد. در این کار به او مربیش کمک می‌کند و آنها در یک جایگی با همه دشمنانی که در سر راهشان ایستاده‌اند مقابلیت می‌کنند. فیلم سال 2016 در مراسم جایزه سپوری گلوبوس طلایی در نامیناسیای بهترین نقش مردانه با این جایزه قدردانی کرده شد. پس از 3 سال کارگردان استیون کیپلی خوردی تصمیم گرفت سرگذشت کرید را در قسمت دوم انعکاس نماید. کارگردان در همکاری با سیلوستر استالونه سناریوی فیلم را روی اوراق آورده‌اند. نقش‌های اساسی را در فیلم هنرمندان سیلوستر استالونه و مایکل جوردن در سطح بلند اجرا نمودند. درباره قسمت سوم فیلم باشد عین حال معلومات پورا دسترس نیست و در نظر است که رقیب نوبتی ادونیس کرید هنرمند مایکل جی وایت گردد. Заступник.